1.5 سال منتظرم اکت دونستانس اوفرای من برسه، نمیاد که نمیاد. همه میگن حتما یه جای کارت میلنگه که هنوز مدارکتو نگرفتی. چطور ما 1-2 ماه گرفتیم ولی مال تو 1.5 سال طول کشیده؟ راست میگن؟ جواب این سوالو میخوای؟ بفرما تو این ویدیو با ما همراه باش. درود دوستان، وقت همگی بخیر. خیلی خوشوقتم از اینکه به بهونه یک ویدیو دیگه میتونم با شما هم صحبت باشم. امیدوارم یک شنبه خیلی خوبی رو تا اینجای کار سپری کرده باشین. امید دارم طبق معمول حال تن و دل و جیبتون عالی عالی باشه. قبل از اینکه وارد موضوع بحث امروزمون بشم، میخواستم از شما تشکر کنم و بهتون یادآوری کنم که چقدر برام مهمین و نظراتتون چقدر برام ارزشمنده. مرسی بابت همه لایکاتون، کامنتاتون، سوالاتی که با من به اشتراک میذارین. همینطوری با سرعت و قدرت ادامه بدین. اول براتون تعریف کنم اکت دونسانس چی هست، به چه دردی میخوره، اگه داشته باشی چه تأثیری توی روند زندگیت داره، اگه نداشته باشی چه ضررایی میکنی، دیر بیاد نشونه چیه، زود بیاد نشونه چیه، اگه دیر اومد باید نگران بشی یا نه. اکت دونسانس اوفرا یک مدرک شناسایی هست، مدرک هویتی، مثل شناسنامه، مثل کارت ملی، مثل تذکره. یعنی شناسه و هویت شما روش نوشته شده، اینکه شما کی هستین، نامتون، نام خانوادگیتون، تاریخ تولدتون، اسم و فامیل و مثلا اسم و فامیلی مادر و پدر و زادگاهتون کدوم شهر و کدوم کشوره. اینا اطلاعاتی که روی اکت دونسانس نوشته. ترجمه به خلاصه میشه گواهی تولد. و چیز دیگه ای که اوفرا برای شما میفرسته با اکت دونسانس، اگر ازدواج کرده باشین و یک خانواده رو تشکیل داده باشین، لیوره دو فامی که دقیقاً شکل شناسنامه چندین صفحه داره که صفحه اول مشخصات شماست، بعد یه صفحه برای مشخصات همسر، یه صفحه برای مشخصات بچه اگر دارین، مثلا مشخصات همشون رو می‌نویسن توشو. در واقع نشون دهنده هویت اون خانواده یا اون فامیلی هست که شما تشکیلش دادین. حالا درخواستش رو چجوری شما میدین؟ اولا که برای داشتنش باید صبر کنین که مصاحبه اوفرا رو برین، قبولی اوفرا رو بگیرین. اگه قبولی پناهندگیتون رو گرفتین، از خود اوفرا درخواستش رو میدین. چجوری؟ بعد از اینکه نامه قبولیتون رو اوفرا براتون ارسال کرد، در کنارش یک فرم‌هایی رو براتون ارسال میکنه که بهش گفته میشه FFR، فیش فامیلیال دو رفرانس. فیشایی هستن که شما باید به دقت پرشون بکنین، اطلاعات هویتی خودتون و خانواده‌تون رو به دقت روش بنویسین بدون خطا، حتی یک حرف یا یک عدد نباید اشتباه بشه. چرا؟ چون از روی اونا هست که اوفرا این اسناد و مدارک اکت و دونسانس شما رو براتون میخواد درست کنه و بفرسته. در کنارش میگه اگه پاسپورت داشتی، شناسنامه داشتی، کارت ملی داشتی، تذکره داشتی، اصل کپی هر چی که هست برای ما ارسال کن. ترجمهش هم بده که بفهمیم اون تو چی نوشته. اینم اضافه کنم که درست اوفرا نوشته اگه اینا رو داری اجباراً باید اورجینالاشو برای ما بفرستی تا ما هم براتون مدارک و اسناد درست کنیم. ولی خیلی از اونایی که به خاطر پناهندگی به فرانسه اومدن، اسناد و مدارکشون رو توی این راه از دست دادن یا اصلا از کشور خودشون داشتن میومدن، هیچی همراهشون نداشتن، یا خیلی‌ها هستن تو کل عمرشون زندگی کردن اصلا مدرک شناسایی و هویتی نداشتن که حالا بخوان اینجا ارائه بدن. از اونها اوفرا میپذیره. ولی اگر شما اصلش رو تونستی با خودت تا اینجا بیاری، یا اگه اصلش دست خانواده‌ت توی کشور خودته و میتونی ازشون بخوای اسکن کنن یا عکس بگیرن بفرستی اینجا، بعد تو بفرستی برای کابینه ترجمه به کمک سوسیالت که اونا رو ترجمه کنی، بفرستی برای اوفرا، دیگه عالی میشه. چرا؟ چون اوفرا مطمئن میشه که شما هویت یکی دیگر رو بر نداشتی بیای اینجا بخوای به اسم اون اسناد و مدارک بگیری، یا نه تو یه نفر دیگه نباشی اومده باشی اینجا یه هویت جعلی برای خود درست کنی و اسناد و مدارک بگیری. به این خاطره که میگه هر مدرکی که نشون میده شما کی هستین برای ما مهمه. بعد که شما اینا رو فرستادی، اینا بررسیاشون رو انجام میدن. یه نکته داخل پرانتزی هم اینجا بگم، برای اون دسته از کسانی که اومدن اینجا درخواست پناهندگی دادن به خاطر مشکلات و مسائل سیاسی که خیلی بدجور تحت تعقیب بودن و هنوزم تحت تعقیب هستن، و اینکه با وجودی هم که اومدن اینجا خیالشون راحت نیست که بتونن در امنیت و آرامش زندگی کنن، اینا برای اینکه گمنام بمونن و امنیتشون یه جورایی تأمین بشه، میتونن از اوفرا درخواست تغییر هویت بدن. یعنی چی؟ یعنی اون فیش FFR که چند دقیقه پیش براتون گفتم و با اطلاعات دقیق و درست خودتون پر میکنین،
بعد با کمک سوسیالتون یه نامه می‌نویسین که توش توضیح میدین به چه دلیلی میخواین هویتتون تغییر کنه و چه اطلاعات هویتی شما رو میخواین که افرا تغییر بده. بعضیا میگن من اسم کوچیکمو عوض کنی برام کافیه، یعنی ناممو. بعضیا میگن فامیلیم هم تغییر بده، اسم و فامیلمو اصلا کلا عوض کن، یعنی نام و تخلصمو. اینا دلیلش رو باید توضیح بدن، باید افرا رو مجاب کنن که اگه با اسم و فامیلی اصلی خودشون اینجا زندگی کنن به خطر میفته جونشون، چون از طرف مثلا دولت کشور خودشون هنوزم تحت تعقیبن، اینجا اونا آدم دارن میتونن بیان پیداشون کنن، بهشون ضرر و زیان بزنن. اگه افرا قبول کرد از راه قضایی و قانونی پیگیری میکنه و مدارکی که برای شما درست میکنه با اون اسم و فامیلی هست که شما خودتون پیشنهاد دادین، چون توی افرا اسم و فامیل اصلی تون رو مینویسین، تو اون نامه‌ای که گفتم دست نوشته با سوسیالتون مینویسین اون اسم و فامیلی رو مینویسین که میخواین از این به بعد برگزینین برای خودتون. بعد افرا قول نمیده که هر کی که گفت اسم و فامیلیشو عوض کنه افرا بگه چشم. میگه شما درخواستاتون رو بدین، اگه قابل قبول بود برای ما و پذیرفتیم براتون این کارو انجام میدیم. پیشنهاد من به شما اینه که اگه واقعا تحت تعقیب نیستی فقط برای خوشگلی یه اسم و فامیلی نیا اسم و فامیل خودتو عوض نکن. چرا؟ به خاطر اینکه کسایی که درخواست تغییر هویت میدن از افرا باید تقریبا 2 برابر آدمای دیگه منتظر بمونن که اکت دو نسانس یا اسناد و مدارکشون بیاد. یعنی افرا اون پرونده هایی که درخواست تغییر هویت دارن و باز آرومتر و با سستی بیشتری بررسی میکنه نسبت به پرونده های دیگه، که الان خیلی‌ها میدونن دیگه افرا با چه وضعیتی داره پرونده ها رو بررسی میکنه و اکت دو نسانس میفرسته. یه جورایی شورشو در آورده، هم خسته و کلافه شدن. ولی کارش میشه کرد خیر. مثلا بعضیا میان منتظر میمونن خیلی، بعد افرا جوابشون رو نمیده، براشون اکت دو نسانس نمیفرسته، میان یه ایمیل براش میفرستن، میگه خب پرونده شما در دست بررسی است، منتظر بمونین، آماده شد براتون میفرستیم. در این مرحله بعضی وقتا پیش میاد که افرا یه نفر رو یادش رفته باشه، این ایمیلی که به دستش میرسه خب یادآوری میشه اون آدمه به افرا، بنابراین دست به کار میشه، کارش انجام میده، زود میفرسته براش. اگه شما یه بار ایمیل دادی، یه چند وقت بعد اسنادتو گرفتی که پس یعنی شامل این بودی، تقریبا نه 100% مواقع. ولی بعضی وقتای دیگه یه بار پیام میدی، افرا جوابتو میده، بعد تو دوباره میای مثلا 6 ماه بعد دوباره پیام میدی، باز افرا همون جوابو برات میده، دوباره 6 ماه میگذره هیچ اسنادی برات نمیاد، این بار پیام میدی، افرا میگه دست از سر ما بردار، بذار کارمونو بکنیم. واقعا این مواقع پیش میاد. بنابراین شما اگه یه بار یا 2 بار ماکسیموم براشون ایمیل زدین دیگه کار خودتونو کردین، از اون بیشتر فایده نداره. هر چقدر بگین اونا وقت میذارن براتون که نامه منتظر بمانید بفرستن، ولی اون وقتو نمیان صرف این کنن که اکت دو نسانس برای شما درست کنن. حالا اصلا اکت دو نسانس چی هست؟ اون قدیمی‌ها نمیدونن اهمیت اکت دو نسانس چقدره، به خاطر اینکه قبلا اینجوری بود که افرا و پرفکتور جدا جدا کارا رو انجام میدادن. یعنی افرا اکت دو نسانس برای خودش درست میکرد و بعدن هر وقت عشقش کشید میفرستاد، آدما میداشتن یا نمیداشتن براشون فرقی نمیکرد. پرفکتور در کنارش درخواست کارت سژور شما رو میگرفت و بررسی میکرد و کارت هم براتون درست میکرد و بهتون میداد. ولی الان اینطوری نیست. الان این دوتا با هم در یک راستا کار میکنن. بنابراین اینطوری شده که اگه افرا اکت دو نسانس شما رو نفرسته، پرفکتور هم کارت سژور برای شما درست نمیکنه. اکت دو نسانس شما بعد از قبولی وقتی که فیش FFE رو برای افرا فرستادی، درخواستش رو دادی، کارت سژور هم توی سایت انف بعد قبولی درخواستش رو دادی، پرفکتور به تو یه دونه رسپیسی میده که اون رسپیسی فعلا میشه تیتر دو سژور تو. تیتر دو سژور یعنی هر چیزی که به تو اجازه اقامت اینجا رو میده. ولی کارت دو سژور یعنی خود کارت اقامت، همون کارت پلاستیکی پرس شده هست که مثلا روش نوشته شما 2 سال اجازه اقامت اینجا داری، یا 4 سال یا 5 سال یا 10 سال. در حال حاضر اون کارت رو شما فقط زمانی میتونی دریافت کنی که افرا برات اکت دو نسانس رو فرستاده باشه. درسته که درخواست کارت سژور رو دادی، ولی وقتی که اکت دو نسانست آماده شد و ارسال شد از طرف افرا، همونا به پرفکتور اعلام میکنن که اسناد این به دستش ارسال شد، حالا شما میتونید کارت سژورش رو درست کنی. از اون موقع به بعد تازه از پرفکتور خبری میشه، میگه بیا حالا اثر انگشت بده، بیا حالا تمره مثلا 25 یورویی بخر بیار. بعد اثر انگشتتو که دادی چند وقت بعدم بهت میگه بیا وقت ملاقات بگیر، کارت اقامتت آماده شده. در مورد مدت زمان آماده شدن اسناد و مدارکی که از افرا باید برای شما بیاد، یعنی همون اکت دو نسانس، هم باید بگم که اصلا هیچ قانون و چیزی نداره. برای بعضیا
2 هفته بعد از اینترویو پناهندگیشون اومده، واقعا برای بعضیا 2 ماه بعد اومده، برای بعضیا 6 ماه رسیده، برای بعضیا 1 ساله اومده، بعضیام هستن که 21 ماه منتظرن هنوز نیومده. 21 ماه میشه چقدر؟ یعنی بیشتر از 1.5 سال، تقریبا 2 سال منتظرن که اکت دونسانس بگیرن. خب این نیومدنش آیا نشونه چیزیه؟ گناه شماست؟ یک راهی رو اشتباه رفتی که این چیزا رو برات نمیفرستن؟ اینا همه سوالاتی هست که توی ذهن آدما پیش میاد وقتی که 1 سال 1.5 سال منتظر میشن و مدارکشون نمیاد دیگه. اگه کسری مدارک داشته باشین، اوفرا حتما به شما خبر میده که کسری مدارک داری، جبرانش کن تا مثلا ما این مدرکتو درست کنیم برات بفرستیم. پس اگه لفتش میده دلیلش کسری مدارک نیست، فقط عشقش میکشه که با سرعت کم کار انجام بده. میشه گفت همین. بنابراین گناه شما نیست، خطای شما نیست. لازم نیست 10 تا ایمیل بهشون بزنین، لازم هم نیست خودخوری کنین، لازم هم نیست با هموطنانتون بشینین صحبت کنین ببینین اونا گرفتن شما نگرفتین، اضطراب و استرس بکشین، چون دست شما نیست. بعد تا زمانی هم که کارت سژورتون رو نگیرین، یعنی اکت دونسانس اوفرا نیاد که اون کارت رو به شما بدن، مشکلی که فقط تو زندگی شما هست رسپیسی داشتنه دیگه. چون رسپیسی مدت محدود 3 ماه الی 6 ماه هست که هی 3 ماه یه بار 6 ماه یه بار بعد برین و چنجش کنی، تبدیلش کنی به یک ورژن بروزتر. مشکل دیگه براتون پیش نمیاد. ولی اون جایی که کارتون سخت میشه اینه که خیلیا با اون رسپیسی خونه نمیدن به کسی. خیلیا مثلا با اون رسپیسی کار دائمی به کسی نمیدن. یه نفر یه مهارت و تخصصی داره، اینجا کارم 3 سوته براش پیدا میشه، ولی چون رسپیسی داره میگن بیا هی مثلا 1 ماه 2 ماه امضا کن برو. ولی طرف میخواد بابا من قرارداد دائمی میخوام ببندم، نه با این رسپیسی نمیشه. خیلیا به این گونه مشکلات برمیخورن توی زندگی. وگرنه از لحاظ حق و حقوقی شما هیچ چیزی کم ندارین. شمایی که رسپیسی دارین نسبت به اون کسایی که کارت سژور دارن حقوقشون با هم برابره. توی این سوالا الان یادم افتاد که یه نفرم پرسیده بود فرق بین کخت و دو سژور، یعنی کارت سژور یا کارت اقامت، با تیتر و دو سژور، یعنی یه چیزی که عنوان اقامتی شما رو نشون میده چیه. کارت که گفتم همون کارت پلاستیکی است. میگم تو توضیحات اصلا اینو گفتم، الان داره یادم میاد، نمیدونم حالا اگر تکرار مکرر شد ببخشید. ولی تیتر و دو سژور هر چیزیه که به شما اجازه اقامت رو میده، یعنی هر چیزی که داری وقتی پلیس کنترلت میکنه نشون بدی بفهمه اینجا داری قانونی زندگی میکنی، به اون میگن تیتر و دو سژور. حالا میخواد رسپیسی باشه، میخواد ویزا باشه، میخواد کارت اقامت باشه. ولی کخت و دو سژور فقط خود کارت دیگه. کلمه کخت به معنی کارت فقط به اون کارت سژور، حالا یا مال بعضی صورتی رنگ، بعضی سبز، بعضی آبیه، به اونا گفته میشه. قبلا اصلا مدل کار اوفرا پرفکتور به این شکل نبود و اینا در یک راستا کار نمی‌کردن. این بود که آدما کارت سژورشون رو میگرفتن قبل از اینکه اصلا اکت دونسانسشون بیاد و اصلا اون اکت دونسانس رو هیچکس نفهمید برای چی دریافت میکنه، در حالی که مدرک شناسایی و هویتیشه دیگه. ولی چون اکثر کارا با همون کارت سژور پیش میره، آدما دیگه خیلی توجه به اون گواهی تولدی که اوفرا میفرستن نمی‌کردن. ولی الان دیگه اهمیت معلوم شده دیگه. وقتی که اکت دونسانس تو داشته باشی تازه میتونی کارت سژور تو تحویل بگیری. بعد قبلا چیز دیگه ای هم که طور دیگه ای بود، اینطوری بود که آدما بعد از قبولی اگه میخواستن یه اسم خارجی هم برای خودشون انتخاب کنن میکردن. مثلا موقع پر کردن اون FFق اوفرا میگفتن برای ما این اسمو در نظر بگیریم فامیلی خودمون رو نگه داریم، یا اسم خودمون رو در نظر بگیریم فامیلیمون رو یه چیز دیگه بکنیم. خیلی راحت تغییر نام میدادن برای خودشون. ولی چون کسایی که این کارو کردن خیلیاشون مثلا شد انگار که یه نفر با 2 هویت دیگه. یه جورایی توی کارهای اداری بعضیا تونستن یه کارهای خلافی بکنن، یه چیزایی رو جلب کنن. عین کسی که 2 تا هویت داره، عین کسی که 2 نفره از 2 جا کمک دولتی دریافت کنن. انقدر پیچیدگی‌های اداری پیش اومد که الان دیگه اوفرا میگه همون هویت خودت رو نگه می‌داری، هیچ درخواستی هم نمی‌کنی. اگر بخوای هویتت رو تغییر بدی باید توجیه کنی به چه دلیل و باید خیلی هم بیشتر منتظر بمونی تا ما اگه صلاح دونستیم اسم تو یا فامیلی تو برات تغییر بدیم. هیچی، فقط صبر ایوب برای همتون آرزو می‌کنم. اونایی که مدت خیلی زیاده که کارت اقامتتون رو هنوز نتونستین بگیرین، چون برای اینکه به میزان کند بودن سیستم اداری اوفرا هم پی ببریم، خیلی‌ها هستن که مثلا بعد از قبولیشون کارت قبولی پناهندگی 4 ساله بهشون تعلق میگیره، ولی مثلا از زمانی که قبولی گرفتن تا الان یه 3 سالی هست از رسپیسی، از این رسپیسی به اون رسپیسی، از اون رسپیسی به اون یکی، دارن هی نقل مکان میکنن و هنوز کارت دار نشدن. در واقع اگه کارت رو همون موقع میگرفتن الان 3 سالش گذشته بوده، فقط 1 سال معتبر میمونده.
ولی اینا هنوز کارت هم حتی بهشون نرسیده. تازه بعد کارت 4 ساله رو بعد از 3 سال بعد از قبولی بگیرم. اینه که صبر ایوب برای همتون آرزو میکنم و باید بسوزین و بسازین دیگه. فرانسه خیلی چیزای خوب داره ولی کار اداری داخلش واقعا سرسام‌آور. سرعت پایین انجام کارها. وقتی که شما یه کارو میخوای بکنی فکر میکنی که هزاران نفر جلوی تو منتظرن دارن اون کارو درخواست میدن که طرف بکنه، ولی وقتی مراجعه میکنی به اون اداره میبینی تو اون اداره تو اون دفتر به خصوص یه آدم نشسته به عنوان کارمند، هیچکی هم تو صف نیست، ولی با این وجود 3 نقطه. بقیه‌اشو خودتون جای خالی رو با کلمات و جملات مناسب پر کنید. بیشتر از این وقتتون رو نمیگیرم. امیدوارم توضیحاتم در مورد اکت دونسانس اوفرا براتون شفاف بوده باشه و امید دارم اکت دونسانساتون رو هرچه زودتر دریافت بکنین. شب و روزتون عالی. تا ویدیوی بعدی فعلا لایک و کامنت و سابسکرایب و اینجور چیزا رو فراموش نکنین. مرسی. فعلا بای.